خیلی چیزا رو توضیح داده، اما هنوز رازهایی هست که نمیتونه بهشون جواب بده. از ارواح و موجودات ناشناخته تا تجربیات ذهنی عجیب، اتفاقایی که هیچ کس نتونسته براشون توضیح پیدا کنه. تو این ویدیو به بررسی 10 تا از ملموس‌ترین پدیده‌های ماورایی میپردازیم. گروه پازل تقدیم می‌کند. شماره 1. برای دهه‌ها تو سراسر آمریکا شاهدان عینی از موجودات پشمالو و شبیه انسان به نام پاگونده گزارش دادن. علیرغم اینکه باید هزاران پاگونده برای ایجاد یک جمعیت پایدار وجود داشته باشند، هیچ جسدی از این موجودات پیدا نشده. نه تو تصادفات، نه توسط شکارچیان و نه حتی در اثر دلایل طبیعی. تنها شواهد موجود گزارش‌ها و فیلم‌ها و عکس‌های مبهمه. فیلم مشهور پترسون گیملین که تو سال 1967 گرفته شد، یکی از اصلی ترین شواهدیه که طرفداران پاگونده به اون استناد میکنن. اما بسیاری از دانشمندان معتقدن که این فیلم ممکنه تقلبی باشه. سال 1930 دریاچه لوخنس تو اسکاتلند شاهد گزارش‌هایی از موجود دریایی عجیب شبیه به هیولا بود. از اون زمان افراد زیادی ادعا کردند که هیولای دریاچه رو دیدن، اما هیچ مدرک قطعی برای اثبات وجودش پیدا نشده. علم نمیتونه به طور قطعی اثبات کنه که موجوداتی مثل پاگونده یا هیولای دریاچه وجود ندارن. شاید این موجودات در گوشه دور از چشم ما زندگی کنن و هیچ وقت تو معرض دید قرار نگیرن. این معما هنوز هم جذابه و بسیاری از ما مشتاق کشف حقیقت اون هستیم. شماره 2. افرادی که به نوعی نزدیک به مرگ بودن، تجربیات خیلی عمیق و عجیب گزارش کردن، مثل رفتن به یه تونل تاریک و ظاهر شدن تو نوری درخشان، دیدار دوباره با عزیزان از دست رفته یا احساس آرامش و صلحی که فراتر از توضیحات دنیوی به نظر میرسه. این تجربیات ممکنه نشونه ای از وجودی فراتر از مرگ باشه. اما نکته اینجاست که هیچ کس با مدرک و اطلاعات قابل تایید از اون طرف قبر برنگشته. خانمی به نام لیزا که بعد از تصادف شدید به مدت 5 دقیقه قلبش متوقف شد، گزارش داد که تو این مدت وارد یه تونل درخشان شده و با مادرش که چند سال پیش فوت کرده دیدار داشته. شکاکان میگن که این تجربیات ممکنه فقط توهمات طبیعی و قابل پیش‌بینی مغز تو شرایط بحرانی باشه. یه مطالعه تو سال 2015 روی افرادی که ایست قلبی داشتن نشون داد که وقتی قلب به طور موقت متوقف میشه، مغز برای فعال موندن سیگنال‌هایی ارسال میکنه. محققان میگن این سیگنال‌ها ممکنه باعث بشه افراد تجربیات نزدیک به مرگ رو حس کنن. شماره 3. دژاوو یه واژه فرانسوی به معنای از قبل دیده شده است. به احساسی اشاره داره که وقتی در شرایط خاصی قرار میگیریم حس میکنیم که قبلا هم همین تجربه رو داشتیم. برای مثال ممکنه بعضیامون وارد یه مکان یا موقعیتی شده باشیم که هیچ وقت تو عمرمون ندیدیمش، اما حس کنیم که خیلی آشناست، انگار قبلا تو همون شرایط قرار گرفتیم. برخی افراد دژاوو رو به تجربیات روانی یا حتی نگاهی به زندگی‌های قبلی نسبت میدن. تو قرن 19 امیل بویراک پدیده دژاوو رو نامگذاری و به عنوان یک تجربه مشترک بین افراد مطرح کرد. محققان بعدها اون رو به اختلال در پردازش حافظه، خاطرات فراموش شده یا حتی رویاها نسبت دادن. با وجود تحقیقات علمی، دژاوو هنوز یکی از رازهای ناشناخته ذهن انسانه. شماره 4. سفر به گذشته یعنی برگشتن به زمانهای قبلی و دیدن یا تغییر دادن اتفاقات گذشته است. بعضی از دانشمندان میگن شاید از راههایی مثل کرمچاله‌ها بشه این کار رو کرد، اما هنوز مدرکی براش نداریم. یکی از مشکلات این ایده پارادوکس پدر بزرگه. فکر کن به گذشته بری و کاری کنی که پدر بزرگت قبل از به دنیا اومدن پدرت از بین بره. پس خودت چطور به دنیا اومدی که حالا بتونی به گذشته بری؟ برخی از دانشمندان هم میگن حتی اگه به گذشته بری نمیتونی چیزی رو تغییر بدی. فیلم‌ها و کتابای زیادی درباره سفر تو زمان ساخته شده، مثل بازگشت به آینده و اینترستلر که هر کدوم یه مدل از این ایده رو نشون میدن. با اینکه فعلا سفر به گذشته ممکن نیست، اما شاید تو آینده این راهی برای اون پیدا کنه. شماره 5.
علم پزشکی همچنان در حال کشف قدرت ذهن بر بدنه. یکی از شگفت‌انگیزترین نمونه‌ها اثر دارونماست، جایی که فرد تنها با باور به مؤثر بودن یه درمان بهبود پیدا میکنه، حتی اگه اون درمان واقعی نباشه. این پدیده نشون میده که ذهن میتونه نقش مهمی در فرآیندهای درمانی داشته باشه. برای مثال توی یه آزمایش بیماران مبتلا به درد مزمن به 2 گروه تقسیم شدن. یکی داروی واقعی دریافت کرد و دیگری دارونما. با این حال بسیاری از کسانی که دارونما مصرف کرده بودند فقط به دلیل باورشون بهبود یافتند. بدن انسان دارای توانایی‌های ناشناخته‌ای در خود درمانیه که علم هنوز به طور کامل اونها رو درک نکرده. اما این پدیده به عنوان یکی از بزرگترین معماهای پزشکی باقی مونده. شماره 6. تو شهر تاس نیومکسیکو یه صدای مرموز وجود داره که تنها حدود 2% از مردم اون رو میشنون. برخی از کارشناسان میگن این صدا به خاطر ویژگی‌های خاص آکوستیک منطقه است، اما یه تعداد دیگه معتقدن که این ممکنه یه پدیده روانی یا حتی یه پروژه سری باشه که کسی نمیخواد در موردش حرف بزنه. جالبتر این که هر کسی که این صدا رو میشنوه اون رو به شکل متفاوتی توصیف میکنه. برای مثال یکی از صدای زمزمه‌ها یا ارتعاشات خاص حرف میزنه، در حالی که یکی دیگه میگه شبیه صدای یه موتور سنگین از دل زمینه. تو سال 1993 یک گروه از دانشمندان برای تحقیق به این منطقه رفتن، اما هیچ شواهد یا دستگاهی برای اثبات وجود این صدا پیدا نکردن. هنوز هیچ کس نتونسته منبع دقیق این پدیده رو پیدا کنه. شماره 7. شکی نیست که یوفوها یا اشیاء پرنده ناشناس وجود دارن. خیلی از مردم تو آسمون چیزهایی رو میبینن که نمیتونن تشخیص بدن، از هواپیماهای معمولی گرفته تا شهاب سنگ‌ها. اما اینکه آیا این اشیا یا نورهایی که مشاهده میشن واقعاً فضاپیمای بیگانه هستن یا نه، موضوع جدایی از اینه. با توجه به فاصله‌های بسیار زیاد و چالش‌های رسیدن به زمین از نقاط مختلف جهان، این احتمال خیلی بعیده. سال 2004 خلبانان نیروی دریایی آمریکا توی مأموریت تمرینی به یه شی پرنده ناشناس برخورد کردن که سرعت و حرکات اون قابل توضیح نبود. این شی تو ویدیوهای ثبت شده حرکت‌هایی انجام میده که هیچ هواپیمای بشری قادر به انجام اونا نیست. این واقعه به عنوان یکی از مستندترین مشاهدات یوفوها شناخته شده. با این حال هنوز هم جواب قطعی برای ماهیت اون نداریم. شماره 8. از نمایشنامه مکبث شکسپیر تا سریال‌های تلویزیونی مدرن، ارباح همیشه بخشی از فرهنگ و هنر ما بودن. بسیاری از مردم ادعا می‌کنن که ارباح عزیزان درگذشته یا حتی غریبه‌های ناآشنا رو دیدن. با اینکه هنوز هیچ مدرک علمی قطعی برای اثبات وجود ارباح پیدا نشده، شاهدان عینی همچنان از دیدن و عکاسی و حتی ارتباط با اونها خبر میدن. خونه ویلز تو انگلستان یکی از مشهورترین خونه‌های جن‌زده است. تو دهه 1930 محققانی مثل هارولد چاپمن، دکتر والتر هور درباره صدای قدم‌های غیرقابل توضیح، درهایی که خود به خود باز می‌شدن و پدیده‌های ماورایی گزارش‌هایی ثبت کردند. این خونه به دلیل این تجربیات به عنوان یکی از مکان‌های جن‌زده معروف شناخته شده. شماره 9. افراد به دلایل مختلف ناپدید میشن. بعضیا فرار میکنن، بعضی تو حوادث گم میشن، برخی ربوده یا کشته میشن. اما در بعضی موارد در نهایت ردی ازشون پیدا میشه. با این حال برخی ناپدید شدنها اونقدر عجیب و مرموزن که انگار فرد بدون هیچ اثری از بین رفته. در اکثر پرونده ها پلیس اعترافات یا حتی کارآگاهان روانی میتونن به کشف حقیقت کمک کنن، اما وقتی هیچ سرنخی باقی نمونه، حتی تحقیقات تخصصی هم به نتیجه نمیرسن. اینجاست که ذهن‌ها درگیر میشه. آیا واقعاً فقط یه اتفاق ساده بوده یا چیزی فراتر از اون در جریانه؟ یکی از مشهورترین این پرونده ها مربوط به ناپدید شدن جیمی هافو، رئیس اتحادیه کارگری آمریکا تو سال 1975. آخرین بار اون توی یه رستوران تو دترویت دیده شد و از اون زمان هیچ اثری ازش پیدا نشد. برخی فکر میکنن که اون توسط مافیا کشته شده، اما هیچ مدرک قطعی برای اثبات این فرضیه وجود نداره.
شماره 10. قدرت‌های روانی و ادراک فراحسی یکی از عجیب‌ترین پدیده‌هاییه که هنوز توضیح علمی قطعی براش وجود نداره. بسیاری معتقدند که شهود که نوعی احساس نسبت به آینده یا دانش پنهان درباره جهان هست، یکی از اشکال این قدرت هاست. به گفته طرفداران این نظریه، برخی افراد میتونن اطلاعاتی فراتر از حواس پنجگانه دریافت کنن و حتی اتفاقات آینده رو پیش بینی کنن. تو دهه 1970 زنی ادعا کرد که میتونه آینده رو پیش بینی کنه و بسیاری از پیش بینی‌های اون به واقعیت پیوست، در حالی که روانشناسان این موارد رو به تصادف و تلقین نسبت میدن. هنوز هم تعداد زیادی از مردم به این قدرت‌های فرابشری باور دارن. تحقیقات علمی همواره نتایج مبهمی داشتن و برخی باور دارن که این قدرت‌ها در حضور شکاکان یا در شرایط آزمایشگاهی ضعیف میشن. این معما همچنان ذهن انسان رو درگیر کرده و شاید هیچ وقت به پاسخ قطعی نرسیم. دنیا پر از رازهای کشف نشده است. شاید جواب بعضی از اونها رو هیچ وقت پیدا نکنیم. هر ویدیو یه تیکه پازلیه که تصویر واقعی دنیا رو بهت نشون میده. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.